یک وقتی یک عالم از قصه میکنه، میگه من 6 تا بودم در یک جای، یک وقت میگه قرار ساعت 12 بجه شب است، میگه من قرارم تو خاموش شیشتیم دیگه در مطالعه و در عبادت. میگه یک وقت سیل میکنم که یک کسی آمد تو قد بلند، کالای سفید، ریشی بسیار کلان، بسیار چپن خوب، آمد سفید لوکس خوب، آمد چیریش نورانی. میگه مرا گفت که بخوای چی میخوای؟ میگه من کسونش سعی کردم که از زمین هم یک دوبلس بالا ایستادم. چی میخوای؟ بگو من مشکل حل کنم. میگه من برش گفتم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تو شیطان هستی، من از تو به الله پناه میبرم. میگه آمد پیش مشش که از چی فهمیدی که من شیطان هستم؟ میگه برش گفت که برادر تو شیطان هستی، خفه نشو. تو به خاطر شیطان هستی که اول خو وقتی که موسی علیه السلام برای الله گفت که برای من خدا نشان بده، الله و موسی علیه السلام که پیغمبر اولوالعزم بود، الله برش گفت که لن ترانی، تو مرا دیده؟ وقتی که یک پیغمبر اولوالعزم مثل موسی علیه السلام الله را دیده نمیتونه، من الله را دیده میتونم، پس تو الله نشدی. پیغمبر ملائکه که از بی‌ادب نیستن و مخلوقات معصوم هستن. ملائکه نمیگه که بخوای از ما چی میخوایی که من کل مشکلات حل بکنم، چون ملائکه مخلوقات معصوم و پاک هستن، گپی را که مخالف عقیده است نمیزنن. پس تو ملائکه هم نشدی، تو پیغمبر و تو شهید هم نیستی. چرا که ارواح شهدا نظر به احادیث شریف که است در مرغای سبز رنگ در چیز جنت می باشن و او رابطهشان با دنیا قطع است. پس تو پیغمبر هم نشدی و شهید هم نشدی. وقتی که در جمله نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین هم نمیدی، خدا هم نشدی، پیغمبر هم نشدی، ملائکه هم نشدی، پس 100% تو چی هستی؟ شیطان هستی. یک ذره سرخی و سفیده کرده یک کمک خدا مقبول ساختی، نورانی معلوم میشی. میگه شیطان گفت که علمت از پیش من تو را نجات داد، اگه نه من مثل تو اق آدم‌ها را گمراه کردیم که دلشان است. یا خب قصه یکی براتون بگم. یک نفر بود، میگه 60-70 نفر که شانده دیگه تا 12 بجه شب دیگه تو کلکک زدن میرن. میگه وقتی که نفرها چیز شدن، میگه چی آمد پیش من؟ همی کلان از یا ماند، دیگه شاگرداش رفتن از پیش از یا که رفتن. میگه من رفتم عین اکته بر از او کردم، صداشون گفتم بخوای از من چی میخوای؟ گفت چونی جاهل بود، ایگه پای تو را یاد نداشت. میگه سون ما که سعی کرد قرم سعی کرد در پایای من خدا انداخت، توبه کرده گناه کرده من دیدی. میگه من برش گفتم برو رسیدی دیگه، نه نماز بخوان، نه روزه بگی، نه حج بکن، نه هیچ کاری نکن، برو تو رسیدی. حالا صبح که مردم رسیدم سه بار دیگه برو پیغام هستی، اوه شکر میگن خیزک زدن. حالا صبح که مردم میگن در نماز صبح که کلان خدا بیدار میگن بخیسه، میگو برش میگه که من خب بچه‌ام رسیدم، من از نماز یه پاموش. این شاگرداش گفت که ما از کت تو چقدر بوغه کردیم، چقدر کت تو زامت کشیدیم، تا 12 بجه شب ما رو شانده بود، حالا که نوبت رسیدن شد تو تنها میرسی والا تارت میکنین. فهمیدی؟ ما هم که چیز بالاخره میگه صبح شب که شد، باز میگه چی کردین؟ صبح شب باز میگه این نفر آمد، تا آمد میگه باز میگه ما آمدیم رفتیم بجنش. هولو دی احمق، ما تو نگفتم تو رسیدی، برو دیگه باز چرا آمدی؟ صاحب ما خو رسیدم، همین چیزاییم، همین چند نفر 40-50 تا دیوالا دارم، همین بیچاره. گفت برین خلاص، به خاطر که تو خوب آدم هستی، این 40-50 نفر کلش رسید، کلشان رسید. اوی خیر بید. آمد میگه صاحب هر چی کنی میبرین، شراب میخوری، زنا میکنی، دزدی میکنی، قتل میکنی، هیچ نه نماز بخوان نه روزه بخوان. میگه اینی قسم من چندین نفر گمراه ساخت. اینا در اصطلاح عقیده بعضی هم میگن رجال الغیب میگن، یا رجال الغیب نیستن، این رجال الجن هستن. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن.
بعضی اوقات جن ها هست به یک شکل میایه و انسان های بیدین که هست. مثلا یک زن کمپیر بد اخلاق بینماز به عقیده در قریه گیر میکنه، میایه در کلی ازی میشینه، باز میگه سر ازی چی شیشته؟ پری شیشته، این خودش پریزن شده. باز از طریق ازی پریزن بسته قریه را در کفر میکشونه، در شرک میکشونه. حالا این پریزن ها رو شما در بعض منطقه‌ای که پریزن پیدا شدن، بیاره که سعی کنین پریزن که بری بخوان کلمه تا یاد نداره، قرآن است یاد نداره، آمده سر ازی که این سه ماشی است، باز اونو پریزن سر برازی تعویض بده، برازی تعویض بده و یارا به شرک و به کفر میکشه.